طول یک ماه اخیر ساکنان دوشنبه و ناحیه‌های اطراف پایتخت تاجیکستان می‌توانند به راحتی صدای رادیویی مستقل محله ازبکستان را در موج FM بشنوند. مسئولین این شبکه در شهر توشکند گفتند که احتمالاً نصب فرستنده‌های قوی در قلمرو ازبکستان سبب در خاک کشور همسایه هم شنیده شدن برنامه‌های این رادیویی تفریحی بوده است. در قلمرو دوشنبه 7 شبکه رادیوی FM قابل شنیدن است که اکثرشان در تاجیکستان و با زبان‌های تاجیکی و روسی برنامه‌ها تهیه می‌کنند. رحیما نورمت و یک ساکن ازبک‌تبار 40 ساله دوشنبه میگوید که در 2 هفته اخیر همه روزه در راه به کار و در بازگشت در داخل ماشینش به راحتی از موج 106.8 FM ترانه‌ها و اخبار را به زبان مادریش گوش می‌دهد و گفت از پیدا شدن این رادیو من خیلی خرسند هستم که از بس که هر روز سحر و بگاه به کار میرم و گشته میبیام، این رادیو سرودهای خیلی عجایب میدهد و خبر میدهد. من جدا هم خرسندم. ضمناً رادیوی دولتی تاجیکستان همه روزه طول 1 ساعت به زبان ازبکی برنامه پخش میکند، ولی آن در موج FM قابل شنیدن نیست. پخش برنامه‌های تلویزیونی ازبکستان در قلمرو تاجیکستان از سال 1992 به این سو متوقف شده است. در سالهای استقلالیت اکثر دهات جایگیر در خط مرز با ازبکستان میتوانستند برنامه‌های تلویزیون این کشور را تماشا کنند. ضمناً رادیوی محله سال 2015 فعال شده دفتری مرکزیش در شهر توشکند واقع است. به گفته مسئولان این شبکه رادیویی، برنامه‌های این رادیو از پایتخت ازبکستان پخش شده توسط فرستنده‌ها در کلیه مناطق این کشور پهن میشوند. در حالی که مقامات مسئول تاجیکستان درباره پخش برنامه‌های رادیوی ازبکی در دوشنبه اطلاع ندارند، سهراب علیف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان به آزادی گفت که حالا این موضوع را تحقیق میکنند. فعلا در شهر دوشنبه در موج FM دستی کم 7 رادیوی دولتی و خصوصی با شمول یک رادیوی روسیه قابل شنیدن است. موضوع دریافت مجوز پخش برنامه‌های رادیویی در شبکه FM از مشکلی است که سالهای 2000 شروع شده تا امروز عریضه 10 رسانه برای دریافت مجوز رد شده است. کارشناسان میگویند مقامات در تاجیکستان از افزایش شمار رادیوهای FM به خاطر جلوگیری از تبلیغات سیاسی جلوگیری میکنند. کارشناسان میگویند احتمال است که در شرایط بهبود روابط تاجیکستان و ازبکستان دوشنبه به منع پخش برنامه‌های رادیوی کشور همسایه اقدام کند. رستم گلوف تحلیلگر و کارمند سازمان آمریکایی اینترنیوز در تاجیکستان از امکان شنیدن یک رادیوی ازبک زبان در کشور استقبال کرد و معتقد است که مفهوم آزادی بیان مرز ندارد و اقلیت‌های ملی حق دارند به رسانه‌های کشور اجدادی خود دسترسی داشته باشند. عموما دسترسی به این رادیوی تلکانال‌ها با رشد اینترنت باز هم فراختر می‌شود و باز هم گشاده‌تر می‌شود. پس پیش رو این رو گرفتن یا که در فکر اون بودن که پیش رو این کار گرفته شود، البته خود از منطق بیرون می شود. نوریدین قرشیبوف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان روز 6 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تجهیزات معاصر موج پهن‌کنی حالا امکان می‌دهد که بیشتری از شبکه‌های رادیوی ازبکستان در تمام قلمرو تاجیکستان قابل شنیدن باشد، اما این امر به گفته جناب قرشیبوف به امکانات مالی و فنی شبکه‌های ازبکستانی وابسته است. اگر این برنامه‌ها غرض‌های دیگری ژئوپلیتیکی و سیاسی نداشته باشند خوب است. همزمان حکومت تاجیکستان برای ازبک‌تباران تاجیکستان باید برنامه‌ها در رسانه‌های دولتی و غیر دولتی بیشتر گرداند. ضمناً طبق آمار رسمی در تاجیکستان عبارت از بیش از 8 میلیون جمعیت حدود 1 میلیون ازبک‌تباران زندگی می‌کنند. رابطه‌های میان دو کشور در سال‌های رهبری اسلام کریمov در ازبکستان روی به سردی نهاده. بعد سر قدرت رسیدن شوکت میرزیویف زمینه‌های بهبود مناسبت‌ها فراهم شد. در پی افزایش برنامه‌های همکاری فرهنگی و اقتصادی در یک سال اخیر اجازت فروش کتاب‌های تاجیکی در دکان‌های شهرهای سمرقند و بخارا و اقدام‌های دیگر دوشنبه از سفر قریب الوقوع پرزیدنت شوکت میرزیویف هم خبر داد. سنه دقیق سفر معلوم نیست، ولی از نظر بسیاری‌ها این سفر می‌تواند برای تقویت رابطه‌های همسایه‌های نزدیک مساعدت کند.